سرورم، مردمان را این شادمانی بسیار خوش آمده و همه در شرح نیکی و بخشایش شما سخن. من به هر انجمن سر می کشیدم، گروهی را می دیدم که جملگی نام خسرو بر زبان داشت. درود بر خسرو پرویز، پیامی دارم. بگو ای سرباز چه شده؟ آن سخن چیست که این گونه سر و سیمه؟ رخصت دهید سرورم تا اکنون کسی را نزد شما آورم. آن چوپان را که از مرغزار آمده بدین جا آورید. شتاب کنید، او را بدین جا آورید. این چوپان هراسان را چه سخنی باید باشد؟ سرورم به سلامت باد. اکنون آن چه رخ داده برایم بازگو. در مرغزار گوری دیدم سترگ که سراسر پوست آن سبز رنگ و خطی از موی سفید از یال تا دمش کشیده، بلند بالا و سمن پیکر، اسبان را به راحتی می‌درید. آیا به راستی آنچه را که میگویی به چشم خیش دیده ای؟ یا اینکه گزاف میگویی؟ آری، به چشم خیش دیدم. او از فراز تپه ها پایین آمده و بر گله اسبان افتاد. خواستم بر او حمله ور شوم. چوب دستیم را که برداشتم جمله اسبان را تار و مار نموده و از هم دریده بود. چوب دستی من در مقابل او خار کوچکی میماند. جملگی گوش فرادهید، خاموش باشید. همه میدانیم که زور اسبان از گوران بیشتر است و گور نمیتواند اسب را هلاک کند. آیا در میان شما کسی هست که او را بشناسد و از میان بردارد؟ هر کس چنین کند زر و سیم بسیارش میدهید. او را چگونه باید کشت؟ چه کسی هست که او را ببیند و نه هراسد؟ چه کسی که تن به این کار نمی‌شود؟ شاید اسبی رخصت دهید سرورم، من او را به خوبی میشناسم. ای پیر، بر ما روشن کن که نامش چیست تا ما نیز بدانیم. او اکوان دیو است و جایگاهش در مرغزار. آیا در میان شما پهلوانان کسی او را به چشم خیش دیده است؟ آری، من او را دیدم و با او ستیز کردم. اکوان دیو بسیار توانمند است، زور بازوی ما به او نمیرسد. به راستی اکوان دیو این گونه است که شما میگویید؟ سرورم، او صد پهلوان را در بین دستان خیش در هم کوبیده و هلاک میکند. چگونه نام خود پهلوان مینامید در آن حال که از نبرد با یک دیو درمانده اید؟ وای بر شما باد، باید از این پس نام و نشان پهلوانی از خود برگیرید. چاره‌ای نیست جز آنکه خود یکی را از میان شما برگزینید. افسوس که زخم دست من از نبرد پیشم چنان باز مانده و با این دست زخم خورده توانم اندک شرمسار شما از من گرفته است. برای رهایی از او چه باید کرد؟ در میان ما امشب میهمانی است که از راه دور آمده. او یل پیل پیکر همین سرزمین است. کسی نیست مگر رستم دستان، پهلوانی که آوازش به چین و ماجین رسیده است. او بازوی ستبر و دلی چون شیر دارد و میدانم که با دیوان بسیار جنگ داده. اکنون گرگین پهلوان به نزد ما بیاید. سرورم، من در برابر شما هستم. باشد آن شمشیر آب دیده ای را که در دستان توست به رستم پهلوان بسپار تا ببینیم تهمتن با اکوان دیو چه خواهد کرد. به روی چشم سرورم. به یاد داشته باشید که رستم امشب میهمان ماست و پهلوان سرزمین ما نیست. بهتر است که او را خود آماده رفتن کنید. اگر از او دلجویی کنیم و به نزد خویش گرامی داریم، بیش از این در کنار ما خواهد بود و ما را در کشورگشایی یاری خواهد داد. به آن پهلوان بگویید شب‌هنگام به نزد ما آید. درود بر پهلوان نامدار. من از دیدار شما بر خویش میبالم و در برابر بزرگی شما خود را کوچک میبینم. این شمشیر آب دیده از آن بهترین پهلوان است. درود بر گرگین پهلوان. من رهسپار نبرد با اکوان دیو هستم. بدین تیغ آب دیده جانش را خواهم ستود. بیشک شما در نبرد با آن دیو سربلند خواهید بود. شب‌هنگام بر سراپرده ما چه میخواهی؟ سخن خود بازگو و برو. سرورم، رستم دستان هستم. فرمان داده بودید خدمت رسیدم.
درود بر رستم پهلوان. اندکی نزدیکتر بیا، از دیدارت شادمان گشتم. اگر رخصت دهید فردا رخش خیش برداشته بر مرغزار شوم. اندکی درنگ کنید، با شما سخنی دارم. این پیش آمد را نیک پنداریم و با هم به گفتگو بنشینیم. پهلوانان را سخنی در میان نیست مگر پشت دشمن بر زمین نهاده باشند. من به نبرد فردا میاندیشم. بهتر است اندکی هم پیرامون مزدتان گفتگو کنیم. کار بی مزد که نمی شود. مرا مزدی جز خوشنودی خدا و بندگان او نیست و بر همین دل خوش داشته و ما نیز چنین میاندیشیم. بهتر است این سخن را برای دیگر روز بگذاری. ای دیو زشت کردار، زندگیت به پایان رسیده، خود را برای مرگ آماده ساز. سر رویت به پهلوانان ماند. تیر بر من بینداز تا زور بازویت نمایان کردم. نشانت خواهم داد ای دیو پلید. این تیر زهرای این تو را نابود و سرنگون خواهم کرد. بهتر از نشان را درست گیری تا تیرهایت بیراه نیفتد. تو را هر جادویی که باشد در هم خواهم شکست. این تیر را بر قلب سیاحت نشانه رفته و بر زندگی ننگین تو پایان میدهم. بهتر آن است که اندیشه دیگر کنی. تیر انداز زبردستی نیستی. مگر تو را به چنگ نیاورم. اگر راست میگویی بمان تا به ستیز برخیزیم. ای دیو پلید نابکار زشت کردار. مگر به جادو جان خویش در برگیری که چون خود را نمایان کنی به تیغ آبگون تو را به دو نیم خواهم کرد. تو را از من دهشتی در دل افتاده که از نمایاندن خویش در فراسی، لیک بدان که من کمر به سرنگونیت بستم.
نزدیکتر بیا. ای بی خرد، بر نگونساری خیش میخندی؟ بیهوده میگریزی ای دیو پلید نابکار. تا را نابود میکنم. خداوندا من رستم پهلوانم و کسی را یارای گریز از من نیست. یزدان پاک یاریم کن تا آن دیو پلید را از میان برداشته نابود گردانم. اکنون اندکی بیارامم و خستگی از تن بیرون. تو هیچ میدانی که من دل شیر در سینه دارم و دیوانی را 1000 بار بزرگتر از تو به زیر آوردم. باکی از مردن نیست. شادمانیت پایدار نخواهد بود. من جان خیش در کف نهاده به دینجا آمدم. اکنون آنچه در سرداری بگو تا بدانم. اکنون که برای مردن شتاب میکنی 2 راه در پیش رویت خواهم نهاد و تنها یکی را برگزین. خود بگو تو را به دریا افکنم تا خوراک نهنگان شوی، یا به کوه تا شیران و پلنگان پاره پارت را به دندان کشند. کدام یک را انتخاب میکنی؟ بگو. کار دیوان واژگون است. چون بگویم به کوه افکنم به دریا خواهد انداخت. بهتران که به دریا افتم و راه رهایی خویش پیدا کنم. کوهستان را از برایم راهی گریزی نیست. از چنگ دیو به دامان ددان میافتم. آهای، هر که به دریا بمیرد به بهشت نخواهد رفت. مرا به کوه افکن تا در رندگان را گرسنگی فرو نشانم. ای بی خرد، مگر نمیدانی که دیوان را کرده بازگون است؟ به دریا برو تا آرزوی بهشت را به گور شکم نهنگان بری.
چمند از چیست که این گونه سفت و ستر رفت؟ چگونه از دریاره هایی یافتی؟ از جنگ و ستیز سیر نگشتی؟ مگر باز هم تو را آن چمند کیانیست که بازوان تو توان از هم دریدنش را ندارد، آنسان که راه گریز بر تو بسته. من پلیدان بسیاری را به آن به بند کردم. من کار خیش به پایان آوردم. اکنون مرا رخصت دهید، به سرزمین خیش باز خواهم گشت. ای پهلوان، بهتر آن است که پیش از آن سر از تن دیو جدا سازی، که چون رها گردد کسی را یارای در افتادن با او نیست. با او چنین خواهم کرد و آن پلید را در دم سر از تن جدا می‌کنم. این کرده را از تو فراموش نخواهم کرد. بدرود پهلوان. اگر آزاد کردم تو را در دم هلاک خواهم ساخت.